برادرمون از طرف رحمانوف قتل شد و قتل رسید. در اونجا هم رحمانوف برد نکرد. اینجا هم برد حاجی عمر بود. تونست که بازم مهر محبت خودش در قلب مردم باز زیادتر جا کنه. صف مبارزه را زیاد کنه. از کسی نشنیدم که سخن بد بدهش کنه، چون که در یک راه قطعی کسی هم سفر میشه در راه در مبارزه برادر بدین عقیده همون یک بود، باید بدونه که یک کی هستی و هر جا که پرسان که میکردم از حاجی همه وقت یک سخنهای خوب در حقش میشنویدیم که دستگیر بود، همه وقت دستگیری مردم، دستگیری مردمی کمبغل هم بود و خلاص شنودگی بدم که هیچ وقت نمیتونست که کنار بسته در پرابلم ای فر ندارم مردمی عادی یک رفیق بهتری و من زیادتر جسور بودنش معقول بود. وقتی که ما در زندان بودیم و ما گفتن که ما را طرف توفیستان شاید که در روزهای نزدیک روان کنن، سرجم شدیم. اول از ما پرسان کرد 3 نفری که بوده و فکر شما چی است؟ وقتی به تاجیکستان روان میکنن چطور کنیم باید؟ گفتم خب هر کاری کنیم نکنیم عاقبتش معلومه به تاجیکستان کنیم فرق نداره. من خاطر گفتم فکرم تا آخر مردم عبور بریم درسته و حتی به ما رو هم نشون داد که از طیاره وقتی که میخمورن باید با آواز بلند مردم را صدا کنیم تا جایی را که صدامون میرسه. عموما چشمش ترس نداشت. این مرد خسته بود قیام کرد به خاطری که مردمش آزاد کنه در راه الله، در راه وطنش، بس برای دفاع کردن برای آینده مردم وطنش کوشش کرد و کشته شد. من فقط نمیفهمم اون نفری را که حاجی را به قتل رساند یعنی که فرمان کی را گوش کرد؟ یعنی که دنیا و آخرت چه فروخت به سون یا برای یک ظالم رحمان؟ عجیب است. وقتی که نفرهایی که در آینده هم به سر مبارزات چنین یعنی که فرمان گرفته میشه از طرف رژیم، فرمانشون میتن برای نصف کردن این مبارزه و دیگر را، ما باید یک چیز خوب درک کنیم. او هم بفهمن که اونا هم از آهن نیستن. از سوال میتونم به اون نفرهایی که اومدن نقشه کشیدن در ترکیه حاجی عمر از بین بردن، با اونو سوال میتونم شما میدونین که نفرهایی که مقصود ابراهیم هم میخواستن به قتل برسونن اون نقشه کشو کجا هم؟ رحمانوف بپرسن شاید بدونه در کجا یا رحیم رمضان. و روز اینه شاید که با دیگر رو پرسان میکنن شما کجایی. رحمانوف تو مطمئن باش که متر چپت میکنه با نام ذات پاک قسم که ذره شک ندارم متر سرنگون میکنه. این مرد بهوده جانش در روی راه نداده.
در دنیا هیچ که ابدی نیست. یگان کس یک روز نه یک روز جای همه ما اینجا هر نداره 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال میگذره یک روز نه یک روز میه در اینجا اگر نصیبم کنه اصلا بعضی نفرایی که نصیبشون نمیکنه بخدی رحمانوف ما وعده هم دادگی بودیم شخصا من خودم وعده دادگی بودیم برای رحمانوف که حتی گورت نمیمونه در تاجیکستان انشالله که در یگان جا گور هم نصیب نمیکنه. این روزا بسیار نفرها البته در دلشان مهر و محبت حاجی جایگیش دیگه بسیار نفرها از ما پرسان میکنن نشانه این مزار میخواهم که به زیارت حاجی بیان و انشالله از برادرها خواهش میکنیم که در آخر همین نوار نشانی همین مزار را بنویسیم در شهر استانبول است بنویسیم و هر کسی که امکانیت داره انشالله که بیان زیارت کنن. یک چیز بفهمیم که این مرد که اینجا خوب است جان شما شما را قربان شده تا که آیندهش